با سلام و درود و امیدوارم که حالتون خوب باشه. باز هم یک افغان پشت پرده موزیک های مشهور فارسی. بهتون پیشنهاد میکنم این ویدیو رو تا انتها تماشا کنید. چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و برای حمایت از ما فقط کافیه که ویدیو رو لایک کنید. در ادامه با افس تیوی همراه باشید. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان خوب کانال افس تیوی. در راه بودم که از کانال خوب افس تیوی با من در تماس شدن و میخواستن مرا بیشتر به شما معرفی کنن. امیدوارم از این برنامه لذت ببرین. شب و روز خوش. من بیشناس نامه هم یه عمر آواره هم، وای به حال دل مادر بیچاره هم. کمک کن پیدا کنیم گم شده ستاره هم. همایون درخشان متولد سال 1357 در هرات افغانستان و در یک خانواده 9 نفری متولد شده و بزرگ شده در شیراز ایرانه. همایون در 10 سالگی به ایران مهاجرت کرده و تا سال دوم دبیرستان تونسته تحصیل کنه. همایون به افس تیوی میگه به دلیل سختی کار و زندگی و علاقه به موزیک نتونسته بیشتر درس بخونه. او موسیقی رو از 16 سالگی با آهنگهای خاص خودش و در مراسمهای عروسی شروع کرده. جالبه بدونید که به دلیل شباهت صدای همایون به اندی طرفداران بسیاری در بین فارسی زبانان در جهان پیدا کرده. اولین موزیک رسمی همایون آهنگ مادر بود که در سال 2009 منتشر شد و بسیار مورد استقبال تماشاگران و بینندگان و مخاطبان قرار گرفت. ببین مادر که قلبم پاره گشته، ببین که طفل تو آواره گشته، ببین مادر که غربت یاورم نیست، از شما دور شدن در باورم نیست. البته همایون درخشان میگه اولین آهنگی رو که ساختم آهنگ من بیشناس نامه هم بود که شما چندین لحظه از اون رو در ابتدای این کلیپ تماشا کردید. او این آهنگ رو در اعتراض به نبود حقوق شهروندی برای مهاجرین در ایران ساخته و اون رو به صورت غیر رسمی منتشر کرده. در ادامه از همایون درباره مهاجرت او به آلمان پرسیدیم. ایشون میگه در ایران در محله‌ای که زندگی میکردیم هر از گاهی یک شخص رو اعدام میکردن. به همین دلیل من و برادرم هارون تصمیم گرفتیم کاری انجام بدیم و بنابراین به فکر تولید یک قطعه موسیقی جنجالی و اعتراضی به نام همه را به دار کشیدی افتادیم. اما همایون میگه ما میدونستیم که این کار رو در ایران نمیتونیم انتشار بدیم، اما دوست داشتیم که این کار رو بخونیم. همایون میگه در حال ساخت و تمرین و خواندن این ترانه بودیم، اما به دلیل صدای بالا همسایه ها از محتوای کار با خبر شدن و میگه این خوب نبود چون حرف دست به دست چرخید و به گوش پلیس منطقه رسید و اونجا بود که فقط به فکر خارج شدن از ایران بودم و موفق شدم از ایران برم، وگرنه معلوم نبود الان چه بلایی سرم می اومد. همه رو به دار کشیدی، بگو به کجا رسیدی، همه مردن و تو زنده، از این زندگی چه دیدی، همه مثل من فراری، فکر نکن تو موندگاری، همه رو به دار کشیدی، فردا تو بالای داری. ایشون میگه بعد از رسیدن به آلمان به دلیل پروسه پناهندگی 8 سالی از موسیقی فاصله گرفتم، اما دوباره با قدرت کارم رو شروع کردم. جالبه بدونید همایون درخشان آهنگساز
و ترانه‌سرای برجسته افغان در حدود 250 قطعه موسیقی تولید کرده که هنوز انتشار پیدا نکرده و میگه احتمالاً این قطعه ها برای خودم و برادرم و خواننده هایی که با من کار میکنن استفاده خواهد شد. گل پونه گل من نگی بهونه گل من، بیا نزار از غم تو بشم دیوونه گل من. گل پونه گل من نگی بهونه گل من، بیا نزار از غم تو بشم دیوونه گل من. پونه من تو رو به هیچ قیمتی از دست نمیدم، تو فقط مال منی، تو رو به هیچ کس نمیدم. همایون در خاطره جالب تعریف میکنه که بعد از انتشار موزیک گل پونه، اندی خواننده ایرانی با او تماس گرفت و درخواست کرد که دوباره این موزیک رو اندی بازخوانی کنه که یک موفقیت برای من بود. گل پونه گل من نگی بهونه گل من، بیا نزار از غم تو بشم دیوونه گل من. گل پونه گل من نگی بهونه گل من، بیا نزار از غم تو بشم دیوونه گل من. پونه من تو رو به هیچ قیمتی از دست نمیدم، تو فقط مال منی، تو رو به هیچ کس نمیدم. همایون درباره همکاری خودش با خواننده ها میگه از کارهای شناخته شده من میتوان به آهنگهای رویا و جیگر من از صدرالدین اشاره کرد که با شعر و کمپوز من به صورت رسمی در آلمان انتشار یافتند. رویای من، دنیای من، فرشته‌ی شب‌های من، خدای من تو رو داده بر دل تنهای من. ای گل بهارو عشق ماندگارو، تا که زنده هستم تو بمان کنارم. جیگر من، اثر من، امشب و بیا بغل من. دلبر من، دنیای من، مهتاب خوشگل شبای من. جیگر من، اثر من، امشب و بیا بغل من. دلبر من، دنیای من، مهتاب خوشگل شبای من. و در ادامه کارهای خودش با خوانندگان دیگه به موزیک قندولک از بشیرجان همدرد نام میبره. جالبه بدونید که همایون در جدیدترین پیشنهاد خودش از طرف قیصر، خواننده مشهور ایرانی، 2 قطعه کار رو قرارداد کردند که اولین اون یعنی قره کمر آماده و توسط آونگ موزیک در هفته اخیر انتشار یافته و قطعه دوم در دست کاره و هنوز تکمیل نشده. بذار دورت بگردم خوشگل عروسک من، بیا امشب تو قوقا کن این مرزا رو بشکن. قره کمر بزن به رقص امشب قشنگ با تو رو خدا تا آخر عمر از من نگیز تو. همایون میگه قراردادهایی رو هم با حمید تاوان و مریم وفا امضا کرده ایم که به زودی و در روزهای آینده خواهید دید. همایون میگه دوست دارم با جوانان کار کنم و برام فرقی نمیکنه که موسیقی پاپ باشه یا رپ و میگه من در تمام این سبک ها فعالیت داشتم و میتونم کار کنم. و میگه در آلمان شرکت موسیقی داریم که علاقه‌مندان به صنعت موسیقی میتونن به من مراجعه کنن و جوانان رو به تلاش و خودباوری تشویق میکنه. ما هم برای همایون جان درخشان که جزء افتخارات موسیقی افغانستان هستن آرزوی موفقیت بیشتر میکنیم. شما در اولین کامنت میتونید راه ارتباطی با این هنرمند عزیز رو مشاهده کنید و حتما نظر خودتون رو درباره همایون برای من توی کامنت ها بنویسید. یارکم 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 اصل افغان است، دلبر قنداری من ابرو کمان است. یارکم 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 پشت و زبان است، وقتی داری گم میزنه شیرین زبان است. خدایا یار دادی مثل مهتاب، ندیدم مثل یارم حتی در خواب. الله به نام خدا کشتن بس است، خیانت به آن وطن بس است. بس است ظلم و ستم بر زن بس است. بس است مادرم اشک
ریختن بس است مادرم اشک ریختن بس است.